اسمکدان این هفته یه اسمکدان خوب بود که توش اتفاقات مهم میافتاد و من امروز اومدم گزارش کنم سوی اسمکدانو که چه اتفاقاتی افتاد. از همین ابتدای کار پال هیمن وارد کار شد و گفت کودی روزبی و داخل رینگ که حالا کودی روز رو فراخوان و کودی روز هم اومد و پال هیمن از کودی روز به خاطر اینکه به رومن رئیس کمک کرده بود تشکر کرد، ولی گفت رومن رئیس با این حال کمربندش رو میخواد و میاد سراغت. وارد رویال رامبل میشه. بله رسما رومن رئیس وارد رویال رامبل شد تا کودی روز رو برنده رویال رامبل بشه و کودی روز رو شکست بده و همین حال بود که کوین اوونز وارد شد و گفت اگه بذاری رومن رئیس تایتل رو پس بگیره خودم اون چیزی که خودم میکشمت. کوین و کودی هم که عصبی شد رفت با کوین درگیر شد بین هواداران و درگیریش رو کشید به اون بالا که از پشت سر نیو بلادلاین یعنی تاما تانگا و جیکوب فاتو به پال هیمن حمله کردند، اما جیمی اوسو برای کمک به پال هیمن اومد ولی نتونست به خوبی کار بکنه و وقتی که صندلی رو زد به پشت جیکوب فاتو هیچ مشکلی نداشت و اومد و نابودش کردن که در همین حال کودی روز باز برگشت و به جیمی اوسو کمک کرد و نیو بلادلاین رو از رینگ و پال هیمن دور کردن. در بخش بعدی لوس گارزا در مقابل پرتی ددلی مسابقه داشتن که گارزا در نهایت با یه حرکت تیمی فوق قشنگ تونستن تیم پرتی ددلی رو ببرن و این مسابقه رو به اتمام برسونن. در مسابقه بعدی الی نایت در مقابل شینسوکه ناکامورا قرار گرفت که شینسوکه وقتی میخواست با زانو بره توی سر الی نایت جا خالی داد و یه دونه بی اف تی زد و افتاد که در همین حال تاما تانگا وارد شد و جیکوب فاتو و شروع کردن به کتک زدن الی نایت و به خاطر همین بود که مسابقه بی نتیجه موند و کمربند پیش ناکامورا باقی موند که در همین حال بود که جیمی اوسو و کودی روز دوباره سرشون پیدا شد و تونستن باز نیو بلادلاین رو از رینگ دور بکنن. در این مسابقه دیگه دی آی وای در مقابل ای تاون داون قرار گرفتن که تونستن ببرنشون به راحتی و مسابقه تموم بشه و در مین ایونت شب تاما تانگا جیکوب فاتو تونستن جیمی اوسو و کودی روز رو شکست بدن و مسابقه اینجوری بود که در آخرای مسابقه جیمی اوسو رو گیر آورد جیکوب فاتو بیرون رینگ کتک زد آوردش توی رینگ فینیشر خودش یعنی DDT رو زد و پشتبندش با یه دونه موسال جیمی اوسو رو پین کردن و مسابقه رو بردن.